به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه بلخی عریضه مرد 33 ساله ساکن ناحیه مذکور وارد گردیده است که 15 مای سال 2023 تخمینا ساعت 16:40 شخصان نامعلوم با رای پنهانی در نزد بازار بهار یک عدد اسکوتر را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 5600 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مردان 58 و 51 ساله ساکن ناحیه جیهون و بلخی با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه اسماعیلی سامانی با عریضه جوانزن 22 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 22 مای سال 2023 شخصان نامعلوم با رای پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 3000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، زن 30 ساله ساکن ناحیه دنغره همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید بین حادثه تفتیشاتی ادامه دارد. در نتیجه برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 24 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده 4 سپتامبر سال 2020 با راه فریب به باوری مرد 39 ساله ساکن شهر ایسار در آمده واسطه نقلیاتش تمغه مرسدس بنز را به مبلغ 140,000 سامانی نرخ‌گذاری کرده 70,000 سامانیش را داده باقی مانده مبلغش را تا حال برنگردانیده است. این چنین ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 32 ساله ساکن ناحیه وخش با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه دکبر سال 2020 با راه فریب به باوری مرد 40 ساله ساکن ناحیه مذکور در آمده با بهانه جدا کرده دادن قطعه زمینی نزد ابلیغی از او در 3 لحظه از ماه دکبر سال 2022 تا ماه مارس سال 2023 56,000 سامانی گرفته تا حال وعده‌اش را اجرا نکرده است. نسبت گمان برشونده با ماده های 247 قسم 4 بند ب و 338 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.